به نام خدا. امروز در خدمتتون هستیم برای آشنایی با نرم افزار ایجیلب. برای استفاده از نرم افزار ایجیلب اول باید اون رو نصب کنیم. یکی از نیازهای برای نرم افزار ایجیلب باید قبل از اون نرم افزار مطلب روی سیستمتون نصب شده باشه. بعد از اینکه نرم افزار مطلب رو نصب کردیم باید که خود فایل ایجیلب رو دانلود بکنیم. من یه توضیحی بدم خدمتتون. نرم افزار ایجیلب برای پردازش سیگنال های ایجی استفاده میشه. در خود مطلب این کار با نرم افزار ایجیلبی که روش سوار میشه کار انجام میشه. در پایتون با کتابخونه MNE خب باید توی پایتون کدنویسی رو بلد باشین، ولی پیشنهاد من تو مراحل اولیه این هستش که دانشجویان یا هر کسی که میخواد شروع بکنه اول با ایجیلب این کار انجام بده، یاد بگیره. بعد که این کار انجام داد، با ایجیلب پری پروسسینگ رو انجام داد، مرحله که میخواد پردازش انجام بده، تحلیل انجام بده، اون قسمت دیگه اختیاری هستش. میتونه هم از پایتون استفاده کنه چون قسمت یادگیری ماشین پایتون قوی تر از مطلبه، ولی این قسمت که راحت تر هستش با ایجیلب انجام بشه. همینا در هر دو نرم افزار قابل اجرا هستن، ولی مطلب چون از قبل ها بوده به صورت گرافیکی اصلا در آورده این کار. خب پس این نرم افزار مطلب که ما باز کردیم، مرحله بعدیش از این سایت باید خود ایجیلب رو دانلود بفرمایید. این سایتی که خدمتتون دارم نشون میدم، اجازه بفرمایید که منم کپی کنم. اینستال اند استارت ایجیلب. یه نکته اینو میخواستم بهتون بگم، یعنی الان گفته استارت با مطلب و همه توضیحات داده، دانلود ایجیلب اینجا دارید. توی سمت چپش آموزش رو داره، یعنی مثلا حتی گفته که کویک استارت، دیتا منیجمنت، ایمپورت دیتا، پری پروسسینگ دیتا، همینا که من دارم برای شما توی این فیلم توضیح میدم همینجا به زبان انگلیسی وجود داره، مرحله وجود داره، یعنی میتونید اینجا خودتون مراحل رو طی بکنید، یا مثلا قسمتی که شاید من تو این فایل ها نگم اینجا برای آموزش وجود داره. یه سورس خیلی خوبی هستش برای ایجیلب. خب دانلود کردید، میام قسمت بعدی، میام توی ست پد، میریم اد فولدر رو میزنیم. خب جایی که اون فایلتون رو دانلود فرمودید، من خودم توی سافتور ایجیلب سلکت فولدر میکنید، سیوش میفرمایید. این میشه مرحله اول. بعد کلوز. بعد از که این کار رو انجام دادید، روی خود نرم افزار مطلب روی ادرس بارش مسیرتون رو به مسیری ببرید که اون فایلتون، فولدرتون وجود داره. منم باید این تغییر رو انجام بدم روی ای. خب بعد از که این کار رو انجام دادید، روی کامند ویندوز لغت ایجیلب رو تایپ میفرمایید. یه پنجره باز شده. این پنجره که باز شده نرم افزار ایجیلبه، کاملا گرافیکیه، یعنی برعکس که خدمتتون گفتم عرض کردم توی پایتون باید همه اینا برای هر مرحله اینها تایپ بفرمایید، خط کد بنویسین. اینجا خیلی از کارها با گرافیک انجام میشه و این مفاهیم رو باید شما بلد باشین. مثلا الان 32 کانال یعنی چی، بخوایم که فیلتر بزنیم، خب کسی که داره کار میکنه مفهومش رو باید بدونه. فقط اینکه این تب رو بزنه این کار رو انجام بده بعداً تو تحلیلش نمیتونه تحلیلی انجام بده. شما مفاهیم رو باید بدونید، ولی باید استفاده بکنید از این تسهیلی که خود مطلب براتون گذاشته. خب حالا میخوام یه دیتایی رو روش کار بکنیم. من از روی
دیتای آماده‌ای که در خود ایجی لب به عنوان نمونه قرار داده، من از اون استفاده میکنم. میام توی فایل، اینجا تب هایی هستش و یکی که الان من بخوام توضیح بدم سخته. یکی که وقتی لازم دارم از این تب های بالا استفاده میکنم. روی لود existing data set رو میزنم. خب من چون مسیر ادرس بارم روی خود ایجی لب بود، اومد روی سمپل دیتا. یعنی اگر خودتونم اگه تو همینجا بود برید روی سمپل دیتا. البته میخواد یاد بگیری، حالا اگه میخواد برای آموزش اینو انجام بدید، وگرنه باید رو دیتای خودتون این کارو انجام بدید. میام روی ایجی لب دیتا دات ست. پسوند دات ست مربوط به ایجی هستش. فایل های ایجی پسوند های دیگه هم دارن که با ایجی لب باز میشه. روش کلیک میکنم، اوپن رو میزنم. پنجره آبی که الان شما ملاحظه میفرمایید الان تغییر میکنه. خب پنجره الان تغییر کرد. خب این یه دونه دیتایی بودش که خود توی نرم افزار ایجی لب به عنوان سمپل برای من گذاشته. شما رفتین از یه جایی دانلود کردید دیتایی رو، میخواید وارد بکنید. اگر پسوردش دات ست بود که همون مسیر رو میرید. یه راه دیگه هستش که ایمپورت دیتا میرید. روی ایمپورت دیتا میرید. اگر که پسوندتون دات ست نبود از این مرحله میرید، وگرنه همون راهی که گفتم فقط مسیرتون عوض میشه. من رفتم توی ایجی گفتم سمپل دیتا، اونو باز کردم، شما به دیتای خودتون رو لود میکنید. ولی ایجی لب گفتم پسوندهای دیگر رو باز میکنه. ایمپورت دیتا یوزینگ ایجی لب فانکشن اند پلاگین اینجاست. یکی از اونها فایل های مطلبه. یه وقتایی دستگاه ایجی که داره ثبت میکنه وصل به نرم افزار مطلب وارد میکنه دیتا رو. الان پسوند اینجا اسکی هستش. پسوندهای دیگه ای رو هم میتونه ایجی لب باز کنه. دارید شما ملاحظه میکنید. خب مدام هم دیگه چون دات سته همونو باز کردم. اما نکته‌ای که در این روش وجود داره اینه که اگر از این طریق میرید اولش ازتون فرکانس نمونه برداری میپرسه. خب شما بالاخره اگر یه سایتی از یه جایی رفتید دانلود کردید فرکانس نمونه برداری نوشته دیگه اونجا، یعنی میگه فرکانس نمونه برداریتون رو بفرمایید، بعد که اونو میزنید فایلتون باز میشه. خب حالا من برم سر فایلی که خودمون باز کردیم. از قبل یه سری اطلاعات وجود داره بالا که یعنی اول فایل یکی که باز کرده اسمش ایجی لب آندرلاین دیتا دات سته، یعنی داره میگه پسوندمون اینه. چنل پر فریم 32 زده، یعنی ما ایجی لب 32 کاناله بوده. 32 کانال یعنی چه چیزهایی هستش؟ کانال هایی که روی سر اون سابجکت قرار گرفته. 32 تا کانال قرار گرفته بوده این دیتا جمع آوری شده. یعنی ما الان خروجی 32 تا کانال رو خواهیم دید. فریم پر ایپاک هستش. اون فریم تعداد فریم هایی در هر ایپاک وجود داره رو به ما نشون میده. یه ایپاک هستش ایونت 154 تا. علت ایونت داره این دیتا ست ایونت داشته، یعنی اگه دیتا رست باشه ایونت نداره. این دیتا ست الان ایونت و 154 تا هستش. سامپل ریت هرتز اون فرکانس نمونه برداری 128 برای ما تو اینجا. ایپاک استارت و ایپاک اند هستش، یعنی شروع ثانیه زمان ایپاک و انتهاش شروعش رو با 0 ثانیه زده و پایانش رو 238.305 زده، یعنی حدود 4 دقیقه حدوداً از اون سابجکت سیگنال اخذ شده. رفرنس رو آن زده. چنل لوکیشن یس زده. چنل لوکیشن مهمه به خاطر که بعداً که میخواید ICA بزنید این چنل لوکیشن رو لازم دارید. دیتا ست سایزتون هم که 4.3 مگابیت هستش. خب این الان یه دونه اطلاعات مربوط به اون فایلتون هستش. حالا میخوام که همین دیتامون رو ما ملاحظه ببینیم مثلا چه شکلی هستش. چون دیدن سیگنال ایجی مهمه، چون ما یه جایی میخوایم مثلا قسمت‌های بعد سیگنال رو حذفش کنیم. مثلا ببینیم یه وقتی لازم میشه یه کانال حذف کنیم، روش نویز افتاده که نمیتونیم از بین ببریم با هیچ فیلتری، مجبور یه کانال حذف کنیم. پس باید ببینیم این خود سیگنال رو. میام روی پلات چنل
دیتا اسکرول میزنم، کلیک میکنم. خب یه پنجره باز میشه، خروجی سیگنال ایجی رو به ما نشون میده. این با یه فردی رفته از قبل گرفته شده، الان خروجی اون. حالا اون چیزی که به ما داره نشون میده در این شکل محور افقی و محور عمودیش هستش. محور افقی اون بر اساس ثانیه است، محور عمودی ما بر اساس اون دامنه ولتاژ هستش که به ازای هر الکترودی که روی سر سابجکت قرار گرفته داره به ما نشون میده. همینطور اسم هر الکترود درج شده، FZ1، F3، FZ، F4، FC5، T7، CP1 اسم هایی که خود اون الکترودها داره. علاوه بر اونها ما یه سری خطوط قرمز و سبز هم رو داریم روی شکل میبینیم، RT اسکوئر. اینها ایونت هایی هستن، یعنی که هنگام درج سیگنال وجود داشته، یعنی فرد داشته رو سرش سیگنال میگرفته، ما میدونیم در چه ثانیه این شکل رو نشون دادیم. مثلا در لحظه 1 ثانیه ما مربع رو فرد نشون دادیم. اینها تسک هستش، یعنی فیکسه، یعنی ما از قبل خودمون میدونیم چه زمانه به فرد داریم اینا رو نشون میدیم. اینا میاد رو خط ایجی قرار میگیره، بعد ما میخوایم تحلیل بکنیم وقتی طرف اون اسکوئر میبینه چه رفلکسی میده. یعنی ما باید بدونیم چه ثانیه اون محرک روبرو میشه که من بتونم روش تحلیل انجام بدم. پس این شکل خروجی سیگنال. نکته بعدی میایم روی setting تایم رنج تو دیسپلی رو داریم، کلیک میکنیم. الان عدد 5 درج شده. عدد 5 که درج شده با عدد محور افقی که روی پایین هستش یکیه. یعنی در هر لحظه شما 5 ثانیه از سیگنال رو میخواید ببینید. این دیفالت خود ایجی لبه. من الان میرم تغییرش میدم شما ببینید. میذارم 15. ببینید محور افقی شد از 0 تا 15 ثانیه. این به خودتون برمیگرده، یعنی میخواید مثلا عدد رو زیاد کنید، کل سیگنال رو ببینید، ببینید چه جوریه، نویزا چه جوریه، یه ذره نگاه کنید. و نه میخواد تیکه تیکه رو هر ایپاک بررسی کنید، کاری انجام بدید، این به خود شما برمیگرده. اینا کن الان تایمم گذاشتم پایین. مورد بعدی توی setting هستش number of channel to display. الان زده که 32 تا. وقتی که 32 داره میزنه یعنی 32 تا کانال رو داره به من همزمان نشون میده. من میتونم که اصلا بزنم 7 تا کانال رو من نشون بده در عین حال. خب الان داره 7 تا کانال رو به من میخواد نشون بده. با این اسکرول میبرم بالا پایین، سیگنال های دیگر رو میبینم. این به چی برگرده؟ به خودتون برمیگرده، میخواد در هر لحظه ببینید. حالا میخواد برید به قسمت های بعدی اون سیگنال رو ببینید. با این پایین، با این فلشه، الان که من زمان پایین دقت بفرمایید، زمان داره تغییر میکنه. من برم تا ببینید آخرش همون شد 230. هم آخرین عددی بود که توی اون صف پنجره آبی 238 خورده بود تا اینجاست. یعنی من تا لحظه آخر اینو آوردم. خب یه چیز دیگه اینجا وجود داره، اسکیل. بچه‌ها نگاه کنید، من اسکیل رو عوض میکنم. ببینید شکل عوض میشه، یعنی بزرگ نماییشه. بذارید من اینو مثلا ببینید چقدر بدجور شد. حالا مثلا میذارم 90. ببینید بازم خوب 90. شکلی این عدد برای نمایش. این چیزهایی هستش که شما میتونید تغییرش بدید. ببینید نمایش فایلتون کجا بهتر هستش. نه عددی برای نمایش ما لازم داریم که ببینیم خود فایل رو. خب تا اینجا ما تونستیم نرم افزار ایجی لب رو دانلود بکنیم، نصب بکنیم، یه فایلمون رو لود بکنیم. این پایان پارت اولمون هستش.